وزیر تندرستی عبدالله جمالدین که جمالدین عبدالله زاده دروغ گفته است که در تاجیکستان علیه ویروس ایبین رفت. ویروس یا کرونا ویروس ایبین با کلاگی از رفت. اینجا دروغ میگه. اینا رو برای شما میرسونم که این نیت دارن رژیم یا که رحمانوف چی نیت داره؟ نوروزی را پیشواز بگیره یا که جشن بگیره نوروزی را. غیر از این استقلالیت ها. با همین خاطر چیکار میکنه؟ مردم اینجا فریب داره که ویروس وجود نداره که رنگ سال گذشته که نوروزی را قید کرده هم در فکر برطرف کردن این کرونا ویروس یا که بیماری بود. اما رحمانوف گفت که در ما هیچ مشکلی نیست، هیچ بیماری نیست، همه ما تنجه. وقتی نوروزش گذران در حال نامه گدایش به همه کشورها سازمانها رفت یا که فرستاده شد که برای ما کمک کنه که وضعیت بسیار دشوار قرار داره در ما بیماری کرونا اومد. انا برای همین ایجاد از یا پورا دیگ موزه موندن میگن که در ما بیماری کرونا نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطری که مردم یا که جهان بگه که تمام تاجیکستان نیست، همه جا هست، حتی بیماری دیگه سیمش خروج کرده است همین ویروس ها. اما یا پلان دارن، نقشه دارن که جشناشون بگیرن. رحمانوف به جشن میبره، این زندگی کردن نمیتونه. به رقص بازی رحمانوف میبره. این فرق میشه، کسلی دلش میزنه میبره، این باید جشنش بگیره. برای ما شما دروغ میگن. هر نفری که از نزدیکاتون شناساتون با بیماری کرونا میبره یا که وفات میکنه میگیم، شما او را میتونه که رسانه‌ای کنید، بگن که همه بیماری کرونا مرد. بعضیش هموطنا میگن که مردم چند تاش در بیمارخانه مجبور کش کردن، دیگه میترسن که با بیمارخانه قدم بزنه که ما کسلیم، در خانه توابت میگیرن.